برنامه دوربین موبایل رو فعال کردم و دارم تنظیمات رو انجام میدم. چون نور خیلی کمه سعی میکنم از طریق تنظیمات دوربین ابتدا بهترین حالت رو انتخاب کنم، ولی باز همچنان مشکل نوری دارم. بنابراین سعی میکنم ایزو رو تا جایی که میشه بالا ببرم. بعد از تنظیم ایزو سعی میکنم ببینم کادر قابلیت عکاسی رو داره ولی باز امکانش نیست. بنابراین سعی میکنم ای باز بالا ببرم که بتونم کار عکاسی رو انجام بدم و یک عکس میگیرم. اما باز فکر میکنم این اون چیزی نیست که من دنبالش هستم. بنابراین میرم سراغ برنامه تخصصی. یه اپلیکیشنی من نصب کردم که میتونه به شکل بسیار بهتری کمک کنه که در شب بتونم عکاسی کنم. نایت کامرا برنامه بسیار جالبی هست. نایت کامرا رو فعال میکنم و در حالت اول هایرس تنظیم کادر رو انجام میدم و یک عکس میگیرم. ببینم بله خیلی واضح و با بهترین حالت این برنامه و این اپلیکیشن اجازه میده که من در نور بسیار کم هم بتونم عکس مطلوب و قابل قبولی رو انجام بدم.